تفاوت عمومی ریل گرم و سرد اینه که ریل های گرم روی تیغ به صورت ماشین کاری شده است که اصولا تولید کننده شرکت با پسند بی نامگذاری میکنه و ریل های سرد روی تیغ به صورت دانه دانه است که شرکت تولید کننده پسند A یا همون ریل سرد نامگذاری میکنن. بعضا میپرسن که ریل گرم بخریم یا ریل سرد بخریم. اصولا ساختمان هایی که ارتفاع پایین وزن کمتری داره ریل گرم استفاده میشه و ساختمان هایی که ارتفاع بالا و وزن بیشتری داره ریل سرد. مقاومت ریل سرد خیلی بیشتر از ریل گرم هستش و همینطور عمر مفید ریل سرد بیشتره.